روز یکشنبه در رسانه‌های جهانی لحظه نجات یک جوان از داخل رود پرتوغیان نمایش داده شد که در مناطق شمال و غربی پاکستان به وقوع پیوسته است. چرخبال نظامی تا حد امکان پایین شده جوان را از حلق سیل دهشتبار بیرون کرد. آخری هفته گذشته نظامیان پاکستان صدها نفر را از منطقه های آفت زده به مکان امن بردند. مقامات پاکستان میگویند از ماه ایون تا 28 اوگوست امسال در نتیجه آمدن سیل و آبخیزی 1061 کس جان باخت. سیل امسال به بیش از 33 میلیون نفر دیگر ضرر رسانده تقریبا 1 میلیون خانه را ویران کرده است. با اطلاع رسمی زیاده از 2 میلیون هکتار زمین کشت، بیش از 3400 کیلومتر راه و تقریبا 150 پل نیز نابود شد. در صحبت با خبرگزاری ریترز، وزیر کارهای خارجی پاکستان بلاول بهوتا زرداری اظهار امید کرد که جامعه جهانی برای رفع عاقبت‌های این فاجعه طبیعی به کشورش کمک خواهد رساند. این فاجعه کاملا دهشتبار است. من هیچگاه خسارات را به این مقیاس ندیدم. حتی برای توصیف آن کلمه مناسب نمیابم. اصطلاح بارانه‌های موسمی و یا آبخیزی برای شرح این حادثه کافی نیست. وزیر پاکستانی میگوید هفته روان اسلام آباد از اعضای سازمان ملل درخواست خواهد کرد که برای رفع این فاجعه یاری رسانند. او علاوه کرد که کشورش برای پیشگیری پیامد ناگوار این گونه فاجعه ها که به تغییر اقلیم ارتباط دارد به اندیشیدن و اجرای اقدام های مناسب نیاز دارد. هفته روان صندوق بین المللی پول تقدیم بخش های هفتم و هشتم قرض را به پاکستان بررسی می کند. این برنامه سال 2019 هم شروع شده. طبق آن پاکستان برای بیرون شدن از بحران به 1 میلیارد و 200 میلیون دلار قرض صندوق دسترسی پیدا خواهد کرد.